آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. سلام بر شما ای یاران. من روزنه روح پرور را با نسترنهای از سخنهای دلاویز ز بلوغ سحر پرتو خورشید فلک به شما ارمغان می دارم و با خرامها و مزاجهای شکفته و شکوفا بار دیگر گام بر می گذاریم بر مرغزاران معطر و دلکشای فرهنگ و ادب شکوفنده و شکوهنده. پله پله در کاخهای بلورین سخن و سخنوران فرازمند و فرازپوی کشورمان در دنباله معرفی کاروان شهکار و شهکاری های ادبی، شیرازه گفتمانها، تبلورها و گفته های و سفته های فرهنگی من اینک رنگ رنگین و بوقلمونی و صیقلی برنامه را ورق بر میگردانیم و از این نرگسستان این بار بر میگزینیم سرودگر نامورمان اکرام کمال را. شیر Look at me. I carry your sorrow, but I am free, elated. I am free, elated. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر بهر تو غمخوار آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد، چندین
آمدم، من در شهوار آمدم، من در شهوار آمدم. باز آمدم، باز آمدم، از پیشان یاد آمدم. در من نگر، در من نگر، بحر تو غمخوار آمدم. I'll unveil the hidden words for you. I am not from the dust. I am from the pure light. I am not the shadow. آنجا روم، آنجا روم، بالا بودم، بالا روم. آنجا روم، آنجا روم، بالا بودم، بالا روم. بازم رهان، بازم رهان، بازم رهان، بازم رهان، اینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم. دامش ندیدم، ناگهان در وی گرفتار آمدم. دامش ندیدم، ناگهان در وی گرفتار آمدم. باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم. باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم. باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم. هرگز صدای فاخته خاموش مباد. هرگز صدای فاخته خاموش مباد. فرهنگ والاترین ثروت معنوی انسان اندیشمند است. فرهنگ مجموعه ثروت انسان و هنرهای ظریف را در بر میگیرد و فرهنگ اصل جوهر انسانی و انسانیت است. ولی باید تأکید کرد که مکانیزم فرهنگ متشکل از مجموعه هنرهای ظریف است، چون رسامی، نقاشی، هیکل تراشی، خوشنویسی، شعر، رقص، تئاتر، سینما و برخی دیگر که به صورت کلی ایجادگر فاکتورهای فرهنگی می شوند. و حالا در این میان برمیگردیم به گردونه شعر و شاعری و از این میان سرودگر جوان، خوشقریحه و نوگرایمان اکرام کمال و معرفی میگیریم. صدای من رو گرفتین؟ صدای رویا جان بخواد. چه غنچه ها که شکفته است در بهار تنش، چه
چه غنچه ها که شکفته است در بهار تنش، خوشا چمیدن من در طراوت چمنش. می بهار شبابش به نشم می کشدم چو عندلیب که مست شبیه زعفرانش. میان سینه من موج میزند حبته، شرار ریخته تر از دو ماهی غمش. گهی به چنگ من آید، گهی گریز و ستیز، چون نور آید و چون موجها گریختنش. من آن اسیرم و از دام او رهایم نیست، من آن اسیرم و از دام او رهایم نیست. نگاه کن و دو زنجیر زلف پرشکنش. زهی الهه سرشار از گلوم شباب که غرق لذت و مستی بود به خویشتنش. چه خوش غنوده میان دو مار بازویش، کبوتران سفید و ستوده بدنش. هزار لذت عشق نهان به پیکر او، خدا نگه کند این گنج را به راهزنش. ز هویان سحر هم برهنه‌تر شده است، و باغ قد او بنگر گلاب و یاسمنش. ز ساقهای بلورین او طرب خیزم، ولی دریغ که او میلم است ز داشتنش. ببین چگونه شکرریز می شود غزلم ز غنچه های گلستان پربهار تنش. ز غنچه های گلستان پربهار تنش. اکرام کمال شاعر آگاه، مستعد و نوپردازه که پرورده سرزمین خداوندگار بلخ است. وی بر بنای فطرت خویش جوان است، خوش خیال، خوش فکر، خوش کلام و آزاده و وارسته که این فطرت طبیعی وی بیشتر در اشعارش بازتاب یافته است. وی با مرور به سروده هایش هر خواننده بران گمان می رود که و با مرور به سروده هایش هر خواننده بران گمان می رود که اکرام کمال نه تنها شاعر زمان بلکه شاعر صلح، آرامش و بهزیستی کلی انسان هاست. کمال تا حال چندین جراید و مجلات را مدیریت و گردانندگی کرده است و از غنای امور نشراتی و دیوانداری نیز به کلی برخوردار است. در سرزمین شعر، در سرایش شعر گرایش عاشقانه و اجتماعی را بیشتر دارد. عاشقانه هایش سراسر ناشی از ذوق و سلیقه آدابی او آب می‌خورند. ای ماه ناز من، ای ماه ناز، گربه معصوم خوابگاه، دیگر بس است خواب و رها کن خمار را. بگشای نرگسه که به چشم تو خفته است، تا بنگرم در او فلق صد بهار را. اکرام کمال در سن 14 سالگیش بود که اولین شعرش در روزنامه بیدار بلخ اقبال چاپ یافت و این گشایش همانند نسیم بهاری شگفتنهای بیشتر را برایش باز گشود.
او در فن آموزش های شعر و شاعری بیشتر مدیون شادروان فرزاد بلخی می داند که شادروان فرزاد بلخی او را خیلی رهنمون و رهنما بوده است. پدرش معروف به میرزا شایگانی از ژورنالیستان و وکیلان قبل نیز بهترین ممد برایش بوده است و همچنان از ترغیب با نوازش های گرم مادرش نیز برخوردار بوده است. چنین بود که در میان یک خانواده منور پرورش یافت و زمینه تا آنجا رسید که اولین اثرش را به نام تا پایان به چاپ رساند. سپس روابط خیش را در هندوستان گره زد و با برنامه دری رادیویی از هر گلبرگ پیوند خورد و با گرداننده این برنامه در دهلی با خانم شکریه رد همکاری شعری خیش را آغاز کرد و نخستین همکاریش با دکلمه خانم شکریه رد در وصف مادر چنین پخش شد: اگر من غنچه بودم، اگر من غنچه بنهفتنی بودم، سحرگاهان دهان پرز عطرم را و ذکر نام زیبای تو وامی کردم ای مادر. اگر من ارغوان بودم، اگر من ارغوان بوستان بودم، تمام بوی شادی آفرینم را به پاهای تو می پاشیدم ای مادر، که تا تو از شمیم برگهای نازنینم تراوت می گرفتی چون بهاران. نقش خانم شکریه رد در تشویق و تکامل فکری و شعری کمال سزاوار مداقعه و ارج است. آری، اکرام کمال شاعر عاطفی، شاعر مهر، همیاری و محبت هاست و می توان تصریح کرد که وی بیشترینه شاعر الفت و عشق و عاشقانه هاست و حتی جریان، جولان و سیلان زندگی برایش سراسر آبگینه عشق و عواطفند، آنگونه که در شعر آبشاران چنین می سراید: سخن هر چند بسیار است لیک از عشق باید گفت، از رویای بلوغ نطفه های صبح باید خواند و از دیدار سبز نسترن آغاز باید کرد. ز رقص آبشاران داستان پرداخت و از اوج عواطف هر چی را آواز باید کرد. رنجهایم همش از عشق است، رنجهایم همش از عشق است، کوله‌بار سفر بسنشبار و دوش با تنهایی و ره ناهموار جاری گشتم چون آب. و همان قلده مینویی را که گل بوسه بشکفته خورشید در او و تجلیگه آیینه افاق همون تعریف کنم. درد من درد همان عشق که بعد در تومه غم بزاد است. صخره که شرر اندر دل خود اندوزد. آری آری، رنجهایم همش از عشق است، رنجهایم
کمال افزون بر مقالات فرهنگی و فلسفی نشر شده آثار مستقل و چاپ شده نیز دارد. پس از کتاب تا پایان دفتر شعری سپیده را چاپ و تکثیر کرد که چاپ این کتاب انعکاس‌های جالب را در عرصه ادب و فرهنگ کشور ایجاد کرد و سپس همین دفتر شعری سپیده با مصاحبه خود وی از طریق رادیو آزادی نیز و معرفی گرفته شد. دفتر سپیده او را تا جای و معرفت گرفت، یا بهتر است بگوییم دفتر سپیده او را تا جای و معرفت گرفت که در سایت ترکی رادیو BBC نیز صحبت و گفت و شنیدهای فرهنگی وی پخش گردید. سپس اثر دیگر را به نام یاد دوست آفرید. یاد دوست کتابی که از لحاظ محتوا جنبه‌های ژورنالیستی، عرفانی و حتی فلسفی را به هم آمیخته دارد. این اثر اکرام کمال بنا بر استقبال علاقمندان دوبار تجدید چاپ یافت و حتی در برخی کشورهای خارجی چون تاجیکستان، ایران و هندوستان نیز به تکثیر رفت. این کتاب شاعر یعنی Remember Our Friend بعدها توسط زبانشناس نامور هندوستان دکتر سورجان لال به زبان اردو برگردان و ترجمه گردید. دفتر شعری دیگر را به نام هلنا نیز چاپ کرد که در این دفتر بیشترینه بالای سنت شکنی های افاعل عروضی و کلاسیک تاکید دارد و بر ایجاد صنعت‌های نوین و مدرن شعری نیز فشار و سخت کوشی نموده است و استشاره های در مورد انتقال روح آدمی را همچنان به شرح و بیان دارد. چنین در اینجا زندگانی را که در جریان شط پرهیاهوی سوارانش سه قانون به مثل داستان حاکم میراند: داستان عشق، زیبایی و مرگ. آره، در اینجا زندگانی را که در جریان شط پرهیاهوی سوارانش سه قانون به مثل داستانی حاکم میراند: داستان عشق، زیبایی و مرگ. عشق مانند تخمر در مزاج هر سواری است و زیبایی صفات هرچی در انبوه میبینی. مرگ راز سرنوشت گنگ که با او فصل ثانی تو چون دنباله مییابد، ابد هم با همین دنباله ها جواله مییابد. در اینجا همانا انتقال روح آدمی مطرح است که محو و نابود شدنی نیست و همانند نظر عرفا و عرفانی چیز به نام مرگ و نابود شدن وجود ندارد، بلکه انتقال روح آدمی از دنیای به دنیای دیگر است، چنانچه که مولانا در مثنوی خویش تصریح می دارد: تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است ایست. اکرام کمال سرودگر خیلی ها سختگیر و سخت کوش است و هر سرودش را به مشکل متقاعد می گردد. از همان است که انعکاس هنری و شعری را از او پیاپی نمی بینیم، کم منعکس می سازد مگر مبتکرانه و مسئولانه. وی در مناظرات و مباحث فلسفی و تاریخی گرایش دارد. بحث‌های فلسفیش
از هزاران سال قبل تا زمان معاصر، یعنی از افلاطون و سقراط و ارسطو تا بر راسل و انشتین و هیگل ها، ولی در بخش‌های تاریخی و باستانی تا هستی گله‌ای، مغاره‌ای و راهبردهای کهن سنگی و کشف آتش علایق و آگاهی فراوان دارد. وی افزون به سرودگری و نویسندگی مقدار رسام، نقاش و خوشنویس هم است. خیلی با شکیبایی و ظرافت خوشنویسی و رسامی دارد، مگر شعر برای او همانند تنفس دائمی است. کتاب را در این اواخر به نام هستی فلسفی نوشت که نتیجه 2 سال تحقیق و پژوهش‌های حکمت و فلسفی اوست و چشم براه آنیم تا دفتر شعری نیلوفر وی که با تقریض استاد فرهیخته محترم ادبیار آذین یافته است هر چه زودتر از چاپ برآید. اکرام کمال مثل سایر هموطنانش به زبان اردو سلیس حرف میزند و بیشتر هم شیفته اشعار فلسفی میرزا غالب است. از اشعار میرزا غالب نیز بهره و تأثیرات دارد و سرزمین پهناور هندوستان را کشور اسطوره ها و مذاهب مختلفه می شمارد. وی علاوه بر این که شعر می سراید دارنده یک حافظه قوی هم هست که محیط ادب و فرهنگ کشور به نیرو و توانایی حافظه اش آشنایی خوب دارند. او می تواند که شعرهای گوناگون شعرای کلاسیک و معاصر را با سهولت از بر و از حافظه دکلمه کند. این خود گواه بر پشتوانه قوی فکری اوست. آشناییش با اشعار لورکا، پوشکین، هایکو و ناظم حکمت ترکی او را به حد یک چامه پرداز آگاه تکامل داده است و در فیسبوک خیش نیز از انعکاس اشعار سرودگران متذکره چندان دارد. اینک بریده از پرداخته های هایکویی او را خدمتان تقدیم میکنیم. گهی که فاخته را به تیر میزند صیاد، گهی که فاخته را به تیر میزند صیاد و فاخته به میان غلوی خون خیش، به یأس تشنگی جوجه هایش میمیرد، رگان قلب زمین میلرزند. به شما ای یاران، یاران، رگان قلب زمین این رگان قلب منند. یاران، رگان قلب زمین این رگان قلب منند. منم که قلب زمینی دارم. اکرام کمال تأکیداتش در شعر و شاعری بیشتر به صنعت است که یک راست ارتباط دارد با کشف و شهود درکانه سرودگر. سحرگاهان ز قلب پاک دریا، سحرگاهان ز قلب پاک دریا و الهام چنین می آمد آواز که ای
غافل نشستی، دریغت ما چون ساحل نشستی. چو انسانی تکاپو بایدت بود، دل گرم از هیاهو بایدت بود. نباید داشت اسباب تحرک، آتش آگین سیلاب تحرک. دل باید بزرگ و موج خیزان، سعی باید به دشواری ستیزان. به هستی کی توان آرام خفتن، به هستی کی توان آرام خفتن. و خود پیچیده بی فرجام خفتن. ندانم صبح تو شام است یا صبح، یا خوابی ز شام خویش تا صبح. در آن سر بودن انسان که ننگیست، جهانش همچو زخم تار و تنگیست. صنعت که شامل استعاره، تشبیه، کنایه و سایر تصاویر هنری در شعر اند و این صنعت را سراسر در راستای انعکاسات عاطفی، انسان دوستی و محبت ها می پسندد و خود نیز در این شاهراه روان است. کمال نادرپور را به قول پروفسور براهنی به حد یک تصویرگر بزرگ می ستاید و می پسندد. چهارپاره های سرمه خورشید، دختر جام، شعر انگور و شام بازپسین پذیرفته های او را تشکیل می دهند. ما هم یک گذاری هستیم، گذاری که نمی میرد چون دریا. بنفشه با باران با ابرها و ابرها با مزرعه آسمان و زمین نمی‌میرند. تنها تبدیل اشکال رنگ نخست نام تو را برمی‌دارند. هیچ کس با نفس هیچ کس نخواهد بود. آری ما با تو زنده ایم، ما با او زنده ایم، ما با آنها. گرچه او گواهینامه اول ژورنالیسم را از جرمن کالج دارد و بر اساس همین گواهینامه در انستیتوت علوم اجتماعی کابل آموزگار افتخاری نیز بوده است، مگر راهکار و هنجارهای شعری پذیرش و سرشت فکری او را تشکیل می دهند. من زبانم را زبانها را حلول عاطفی خواهم و دنیا را چو باغ در کنار آب می خواهم. 3 سال تمام را که در تهران در چنبره و همایش های کانون انتشارات امیرکبیر به سر برد، برایش بزرگترین کانون آموزشی و ارتقای علمی و فلسفی گردید. بهره‌هایی را که از درسخانه های آن کانون بزرگ فرا گرفت، سیر فکری او را خیلی ها ارتقا و گسترش بخشید. نیمه شب که شعر مرا گوش میکنی، در نیمه شب که شعر مرا گوش میکنی، در خواب میروی و فراموش میکنی. به اختیار از چیز من دور میروی، چون با دراز دست منت نوش میکنی. خرمه‌ای که از لهیب تنت میشود برون، آینه مرا مغشوش میکنی. بنگر کمال شعر مرا ای شکفته رو، گیراتر از می است اگر نوش میکنی.
بیدار اگر نوش. اکرام کمال شیفتگی خاصه و اشعار گرامی حیدری وجودی دارد و سروده های گیرا و جذباتی جناب حیدری را برای سرایش و سرودگری های خیش بهترین الهام می پندارد و موصوف را همانند پدر معنوی خیش خرج و ارج و حرمت می گذارد و بدینسان پرداخته های شادروان رازقفانی را نیز عاشقانه می ستاید. چنین به غم عشق مبتلا نشوید، به غم عشق مبتلا نشوید، دوستان من شدم شما نشوید. تیشه بر پای خستگان نزنید، خسته را اگر عصا نشوید. اکرام کمال با کمال هنرمندی و صادقانه احساس و عواطف انسانی را و همبودی ها را به شدت می سراید و تبلیغ می دارد و همواره انسان ها را برای محبت و پیوندهای ژرف بشری فرا می خواند. این گونه نشاید زین گذرگاه گذرگاه برای هرچه انسان است، عطوفت پاسداری و مدد را بر عبث بگرفت که انسان صیقل انسان است برای دست یاری هاست. زبانت را نمیدانم خوشم، نهیب تیرگی اندوه و شبگرد دردیست چه پرسد در چه سویه. بر الهی کدامین بال چتان پرواز باید کرد و این پرواز را هم از کجا آغاز باید کرد و آغاز اگر شد آخر که را آغاز باید کرد. تجدد، مدرنیزه، نوگرایی و نوآفرینی ها در اکرام کمال شرایط نخست برای ادبیات پیشرو، فعال و اکتیو است و این مائده را نیاز حتمی زمان و زبان قلمداد می کند. او بیشتر به زنده ساختن و مروج گردانیدن زبان سچه و اصیل دری و کاربرد واژه های آن است، چنانچه که همین روش راهکار ادبی و شعری او را تشکیل می دهند. واژه های سچه دری چون پویه، ژرف، پایا، آخشیچ، جستار، پاورچین، ریختار، مانا، واگویه، زمرودین، شگوفا، گردونه، سپهر، انوش، فرهیخته، فرازمند، همایونی، چاشنی، هنجار، فراگشت، ژرفنا و چون اینها را بیشتر در نوشتار و مقالات خیش به کار میبرد که برای زنده و سچه نگه داشتن زبان اصیل خیلی خوب و لازمی است. شب خفته است سرد، ره بسته است سخت، اما ز کوه سنگی زندان خفته ای و آهسته آتشی که بدون می کشد ز لب آغوش می شود آزادی را، آغوش می شود آزادی را. کمال همانند برخ نویسندگان دیگر میهن این مسئولیت ادبیاتی را خیلی عاشقانه و مسئولانه به پیش میبرد و مقالاتش مالامال از چنین واژه‌های سچه و اصیل دری اند
وی اکنون یک حلقه فرهنگی را که متشکل از شخصیت‌های آگاه ادبی و هنری اند به نام انجمن فرهنگی سحر در راستای رشد استعدادها و ایفای خدمات دانشی مدیریت دارد. اکرام کمال از لحاظ خوی و بوی و سرشت خویش نیز مرد فروتن با تمکین، عیارمنش و رادمرد است. با کوچکی و ذلت هرگز تن در نمی دهد. بزرگ می اندیشد، بزرگ زندگی می کند، بزرگوارانه شعر می سراید و تفکر جهان شمولی را می پسندد و بدینسان قلم رسایش نیز در خدمت کلیه یاران و عزیزانش عیارانه و بیدریغ است. یاران بزرگوار تهذیبی و والا مقام خیش را صمیمانه دوست دارد و حتی با پیوستگی های گرم ادبی عیارمنشانه و ایثارگرانه این مناسبت ها را حفاظت می کند. طور مثال این یاری و یارانه ایثارگری و پاسداری ها را در یکی از شعرهای عروضی و کهن خویش چنین بیان می دارد: یار آن بود که صرفه نگیرد برای یار، یار آن بود که صرفه نگیرد برای یار، گنج بساط خویش گذارد به پای یار. یار آن بود که در صف مردانگی و عزم ایستاده همچو کوه به آیین رأی یار. در روزگار تلخ و سیه می توان شناخت، در روزگار تلخ و سیه می توان شناخت تاب فروتنی و ثبات وفای یار. شرط وفا مباد که در لحظه های تلخ بیغولجو شوند ز اندوهای یار. در گیر و دار روز بد و سرشت بد، در گیر و دار روز بد و سرنوشت بد، ننگ تو باد گر نشوی هم نوای یار. در گیر و دار روز بد و سرنوشت بد، ننگ تو باد گر نشوی هم نوای یار. پیمان دوستی چو زدی سود خود مجوی، پیمان دوستی چو زدی سود خود مجوی. ترک رضای خود بنما، ترک رضای خود بنما در رضای یار. ما عاشقان و آیینه داران الفتیم، ما عاشقان و آیینه داران الفتیم. چون شعله سر دهیم به سوز هوای یار، چون شعله سر دهیم به سوز هوای یار. رسول خان بیشتر خیلی که دیگه بخور رنجهایم همش از عشق است، گوله‌بار سفر بستشوار بر دوش با تنها، بره ناهموار
جاری گشتم چون آب، جاری گشتم آب و همان حلقه مینویی را که گل بوسی بشکفته خورشید روز و تجلیگه آینه افاق همون سیر کنم. درد من درد همان عاشق که بخت در تومه غم دلدار است. صخره که شرر اندر دل خود اندوزد، آری رنجهایم همش از عشق است، رنجهایم همش از عشق است. بینندگان معزز برنامه روزنه، حرمت مجدد داریم سرودگر جوان، نوگرا و مدرنمان اکرام کمال که شاعر زمان و زمانه ها هستند و تمنای سلامتی و فعالیت های بیشتر هنری و فرهنگیشان نیایش سرفرازی ادا می کنیم. از جناب دکتر حصاریان، استاد ادبیات دانشگاه کابل، نویسنده تالیفاتی و دانشور که مطالب را درباره جناب اکرام کمال شاعرمان برای ما ارسال نمودند و همکاری کردند، سپاس فراوان داریم و از خداوند بی‌نیاز برایشان قلم رسا، طول عمر و موفقیت های بی پایان تمنا می کنیم. خبر داری که دین و عشق و ایمانم توی جانم، آی جانم خبر داری که درد و رنج و درمانم توی جانم، آی جانم خبر داری. قبول عشق من کن ای سرگردم و الطاف قبول عشق من کن ای سرگردم و الطاف ای جانم که منظوره دلی سارو پره شانم توی جانم، های جانم خبر داری که دین و عشق و ایمانم توی جانم، های جانم خبر داری. دلم را برد از خنده های نازنین تو، دلم را برد
دست خنده های زمین تو جانا نیستگی یهای شام هجرانم توی جانا جانا خبر داری که دین و عشق و ایمانم توی جانا جانا خبر داری یاران عزیز و دوستان ارجمند برنامه تلویزیونی روزنه، ما در مورد شعرای عزیز ما، چه از متقدمین چه از متأخرین که شعرای جوان و شعرای سابق ما، برای شما برنامه‌های جالب خواهیم گرفت. شعرای عزیز ما برای ما نور دیده های ما هستند و ما می خواهیم که از شعرای متقدمین خود، از شعرای متأخرین خود ما برنامه‌های داشته باشیم برای شما و هر آن کس که آرزو دارد که ما در مورد والدشان، در مورد دوستانشان برنامه‌های داشته باشیم، لطفاً با ما در تماس شوند. و اینک در مورد اکرام کمال، شاعر نوگرا، شاعر جوان، شاعری که تازه در زمان جنگ ها، در 30 سال 40 سال که در کشور ما بی سر و بی سامانی ها چنان جریان دارد که مادر از پسر جداست و پسر از پدر جداست و بازم جوانان ما تلاش دارند در راه احیا و زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل خود و هر یک در راستای این فرهنگ کارهای زیاد و قابل وصف را اجرا میکنن و انجام میدهند. اکرام کمال یک شاعر خوشخیال، یک شاعر نوگرا و یکی از همکاران بسیار عزیز و گرامی و معزز روزن است که برایشان زندگی خوب، آینده درخشان در کانون خانوادگیشان گرمی و محبت بیشتر از خداوند بی نیاز التجا دارم. و از حضور هر یک شما بینندگان عزیز ما اجازه مرخصی میخوایم. از توجه شما تشکر میکنم. از خانم رویا ثبات که اشعار زیبا را با صدای زیبا و گیرای خود دکلمه کردند از جای بسیار دور که شب دیر است در آنجا، باز هم لطف کردند و با روزنه همکاری نمودند. یک جهان اظهار سپاس و امتنان داریم از شما بیننده های عزیز که تا این دم با ما بودین، از نیلوفر جان در استودیوی مرکزی و از عمر جان شکیب هنرمند عزیز ما که خلیل جان راغب در سفر هستند و امروز ایشان با ما همکاری داشتن. ما اظهار امتنان دارم، تشکر میکنم و یک آهنگ را که این آهنگای هندی را شاید برای شما تعجب آور باشه که اولین بار است از روزنه آهنگ هندی پخش میگردد. این آهنگ را مخصوصا برای جناب اکرام کمال میگذاریم و همچنان شما هم لذت ببرین. خدا نگهدار.
जाएंगे